درود بر شما. ساشا برسام هستم و به کانال اسپی والت خوش اومدید. امروز براتون یه سری ویدیوها رو آوردم که اتفاقات خیلی عجیب و غریبی توشون افتاده و میخوایم بریم بهشون ریاکت بدیم و با هم دیگه بهشون نگاه کنیم و ببینیم داستانشون از چه قراره. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره که اینا خیلی به من کمک میکنه. شیت، اینجاست که میگن نزن بر سر ناتوان دست زور که بعد میخوری اینجوری چوب زور. این چه آخه چه کاریه؟ خب رو چی بند بوده تا الان اون رو کولر بی ساب؟ الان یکی واسه من یه توضیح کوچیک مختصر بده. رو چی رفته بودین اینو وصل کرده بودین؟ اونجا رو به چه گوزی بندش کرده بودین؟ کله بچه از تن جدا گشت. بابا خب بلد نیستین یه غلطی رو بکنین، خب نکنین. اون بروسلی بود، اون چیزش پاره شده بود تا بخواد به یه چیزی برسی، یه چیزی یاد بگیره. خالیم بعد میگی بچه مردم چرا اسکل شده؟ اوه اینجاست که میگن نمیتونی آب قطعه نمیدونی چیکار کنی. این دقیقا همونه. خب تو که دیدی یکیش رفت، خب اینو سری بر میگردوندی، البته کاریش هم نمی کنی. الان با نگاه اون زنه باید اون حلقه رو در ماهتد خودت فرو کنی. یعنی تنها جاییه که میتونی ازش استفاده کنی. الو من فکر کردم الان واسه بچه ای اتفاقی میفته. الان اینجوری داره چی میکنه؟ گفتم الان خشتک مشتکش پاره میشه، الان میگیره قلنج میکنه، الان یه اتفاق برای این میفته. اون زنه چرا افتاد؟ فقط فکر نکنین که خودتونم بلدید، ما هم بلدیم، ولی خداییش این ایران بود. وطنم این شکوه پا بر جا. این چیه؟ خب منم میخوام برم مدرسه، منم دل دارم مدرسه هامونو آزاد کنین، کشور بدبختمونو آزاد کنین، راحت چی ما باشیم بریم مدرسه مثل خارجی ها، بریم هم درس بخونیم هم تیک تاک بگیریم هم 1000 تا کوف بگیریم. از همه چه عقب موندیم؟ خاک تو سرتون کنم من. همه رفتند چی عزیز من؟ این گوزید وقت بلندش کرد. اون حالا کنسرت بود کورسرت نه چیز، اینم زرتی گوزی، بعدم گوزی تو صورتش. خب حالا دوست دختر دوست پسرین دیگه، حالا کارش نمیشه کردی دیگه. گوزه دیگه، مثلا شما ندیدین الان قیافت تو اینجوری میکنی مثل من؟ گوزید دیگه خواه تو صورته بدبخت. اوها دست خوش، این خیلی قشنگ بود، اینو خیلی دوست داشتم. اونجایی که بود میگفتن که ریده آب قطعه، این ریده بود اما آب قطع نبود. وطنم این شکوه پا بر جا. نم که صدا این صدا داشت، ولی اینقدر فکر نمی‌کردم صدا داشته باشه. خب عزیز من این توپ رو میخوای پرت کنی سمت طرف، یه اهنی یه اشاره حداقل نکن تو صورتش.
خب این الان بسکتبال میخواستی بازی کنی یا توپ شهادت رو زدی بهش شوت کردی؟ خب پدر سوخته بچه. خب الان دیگه یادش نمیره که هر موقع بخواد بشینه بگه آخ. اون چه کاریه بابا؟ باباهای قدیم، باباهای ما خیلی باحالن، خیلی دمتون گرم. بابای ما بکشیشون، اول ما رو نجات میدن بعد خودشون. همه بابا رو دوستتون دارم. گربه است دیگه، حالا یه گاز گرفت چی شد؟ الان کون درد بچه میارزید؟ آی نزن خاک بر ست کنم من. بیترکی گاوه نفهمه بیشور. با اون واقعا گاوه بودم. بیشور خب نزن، خب گناه داره، لطیفه، برای چی میزنی؟ آخه آدم دلش میاد اونو بزنه بکن بوچش کن. خالیم خدایشم بعضی موقع که ویدیوهاشون رو نگاه میکنم خودم هم دوست دارم برم حالا توی اون مثلا صحنه گاو بازیشون برم مثلا اونجا چی میگن یک بارم شده امتحان کنم، ولی مطمئنم یک بار خیلی سختی میشود. خب بچه‌ها ویدیوی من تا اینجا بود و تموم شد. امیدوارم که از ویدیوی من خوشتون اومده باشه. اگر از ویدیوم خوشتون اومده لایکو بچکونید و اگر هم ازش خوشتون نیومده بازم لایکو بچکونید. خیلی دوستتون دارم. امیدوارم که هر جا هستین موفق باشید و این که کسایی که جدید اومدن سابسکرایب و لایک و کامنت یادتون نره. اگر هم این کارو نکردین بی تخمای قربونیتون برم، تخماتون برم. هیچ کدی. بعدش این که یه قضیه خیلی ناراحت کننده رو من شنیدم در مورد فیمس حاجی و فرشته. شاید خیلیاتون بشناسید، شاید خیلیاتون نشناسید. اونایی که میشناسن میدونن من چی میگم. فرشته من موقعی که به ترکیه رفته بودم 2 ماهی توی خونهشون زندگی میکردم پیش مهدی و فرشته. اونا واقعا بهم لطف کردن. فرشته واقعا مثل، با اینکه تفاوت سنی من و اون شاید بین 1 الی 2 سال باشه، ولی واقعا مثل یک مادر با من رفتار کرد. یعنی واقعا مثل مادر، حس مادرانه به من میداد. خیلی دوستش داشتم و قضیه ناراحت کننده دربارش اینه که توی خیلی سالهای پیش به سرطان مبتلا شده بود که سرطانش خوب شد، حالا باهاش جنگید، حالا اتفاقاتی که افتاد سرطان خوب شد و از بین رفت و الان دوباره سرطانش به وجود اومد. با این که غیر قانونی رفته بودن به کشور دیگه که زندگیشونو بسازن، یه اتفاق جدید توی زندگیشون افتاده بود و فلان، و الان با این که چند وقتی بیشتر نیستش که اونجا دارن با این مشکل دست و پنجه نرم میکنن. از اینجا بهت سلام میدم و همیشه دعای من پشت سر تو هست و دعای خیلی از ماها پشت سر تو هست. تو واقعا یک دختر بی‌نظیر و قدرتمند هستی. امیدوارم که هر روز بهتر بشی و قدرت بیشتری برای مبارزه با این بیماری داشته باشی و زودتر خوب بشه. مواظب خودت باش.